کشوری که خداش عربه، زبان خداش عربیه، دینش عربیه، کتابی که اعتقاد دارن عربیه، اسامی مردم عربیه، تمام اماما و امامزاده عربیه. وقتی سر چای جمع کران میری، مورد پرستشون باید به زبان چی باشه؟ عربی باشه. تو چای باید عربی بندازی. حرف زدن عادیشون عربیه. وقتی میخوان یه کاری شروع کنن به نام اعراب، بسم الله، نمیگن به نام خدا، حتی اینم به نام عربه. اسطوره هاشون عربه، رهبر مملکتشون عربه، سردمدارانی که تو این کشورن همه عربن، کلا همه چیشون مال عرباست، طلا و نقرهشون مال عرباست. طلاشون رو میدن مصر، میدن لبنان و حزب الله و حماس و غزه، میدن یا نمیدن؟ ولی اینجا که میشه خلیجمون فارسه، همه جا عربی، همه چیز عربی، دعا نویسی عربی، سحر و جادو عربی، شکر خدا عربی، درسته یا نه؟ همه چیز عربی، اما خلیجمون فارسه، خلیجمون ایرانیه. و خدای جهان چه میگه؟ توی که همه چیزت عربه، حالا خلیجت هم عربی باشه، چه اتفاقی برات میفته؟ چرا برات به رگ غیرتت برخورده که داره عربا خلیجتو میگیرن و نفهمیدی که عربا حیاتتو گرفتند، عربها زندگیتو گرفتن، عربها ناموستو گرفتن، عربها خدای ما رو گرفتن، عرب